آموزش کشیده کردن و درشت کردن چشم با یه سایه جذاب. از یه کانسیلر نخودی رنگ برای بیس سایم استفاده میکنم. حتما باید نخودی باشه که سایت رنگ اصلیش رو بده. توی کپشن مارک و شمارش رو بهت گفتم. بعد بیس چربه رنگ کرم سفید از ابتدای چشم تا روی مردمک قرار میدم. بعد با بیوتی بلندرم چربی اضافهش رو میگیرم. با پودر بیکم روی بیس چرب رو کاملا خشک میکنم. و بعد با آکوی قهوه‌ای یک خط به حالت خط چشم ایجاد میکنم و 1/3 ابتداییش رو به سمت داخل پرتاب میکنم. و بعد قسمتی که به داخل پرتاب کردم رو به یک قلم نمدار فیدش میکنم چون که حلال آکوا آب هستش. در این مرحله با گرمای دستم مرزهایی که آکوا ایجاد کرده رو فید میکنم. و بعد سایه عسلی قهوه‌ای رو روی قسمتی که آکوا زده بودم قرار میدم. رنگ گذاریم از سمت بالا به پایین هست و مرزها رو فید میکنم. به این نکته حتما توجه داشته باشین. من کم کم رنگ اضافه میکنم تا به رنگ دلخواهم برسم. اگر یک دفعه حجم زیادی از رنگ رو پشت پلک بذارید حتمی سایه‌تون لک میشه. انتهای چشم رو به حالت خط چشم و پرتاب به داخل سایه قهوه‌ای سوخته جایگذاری میکنم. مردمک رو سایه استایل جایگذاری میکنم که چشم رو کشیده تر نشون بده. برای ایجاد کات انتهای سایم بیس چرب رو به صورت کنار هم با قلم شماره 8 گراف جایگذاری میکنم و با گرمای دستم فیدش میکنم. روی استخون ابرو باز هم با دستم به صورت رفتی برگشتی هایلایتر میزنم. همچنین قسمت جلوی چشم